حتما براتون پیش اومده که خواستید برید دستفروش بخرید و فروشنده بهتون گفته که ماسفت میخواین یا آی جی بی تی. اصلا تفاوت این دو تا دستگاه چیه؟ سلام، خیلی مخلصم. امروز میخوایم تفاوت دستگاه ماسفت و آی جی بی تی رو بهتون بگم. از لحاظ فنی و قطعاتشو بذاریم کنار، کاملا عمومی میخوایم توضیح بدیم که اصلا این دوتا چه تفاوتی با هم دارن و یه انتخاب بهتر داشته باشید. اول بریم سراغ ظاهر دستگاه. دستگاه ماسفت نسبت به آی جی بی تی توی توان یکسان حجم بزرگتر و وزن بیشتری رو دارن. چرا؟ قطعات ماسفت، خود قطعه ماسفت توی توان یکسان نسبت به آی جی بی تی تعدادشون بیشتره. در نتیجه هیتسینگ بزرگتری برای خنک‌کاری میخوان که هم حجم بیشتری رو اشغال میکنه هم وزن دستگاه رو میاره. توی دستگاه ماسفت هم از یک سری ترانس استفاده شده که همون ترانس ها حجم بیشتری از دستگاه رو اشغال کرده و خودشون چون جنسشون از مسه وزن دستگاه رو بالاتر. تکنولوژی دستگاه ماسفت از آی جی بی تی قدیمی تره، اما هنوز هم دارن کار میکنن هم دارن تولید میشن. اما اینم بهتون بگم لای پرانتز که هزینه تولید دستگاه ماسفت از آی جی بی تی به خاطر همون قطعات اضافی و ترانس ها بیشتره. توی بحث تعمیرات، با اینکه هزینه تولید ماسفت بیشتره ولی تعمیرات ارزونتری نسبت به آی جی بی تی دارن، چون قطعات آی جی بی تی توی بازار خیلی گرونتر از ماسفته و اینکه خیلیاشون نایابن، مخصوصا قطعات آی جی بی تی که دستگاه قدیمی تر استفاده کردن الان نیست و شاید مجبور بشیم که اونا رو جایگزین کنیم. تو بحث کیفیت جوش هم تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن، اما خیلی از جوشکارا که ازشون میپرسیم میگن کیفیت و ظاهر جوش دستگاه آی جی بی تی بیشتره، ولی توی قطعات ضخیم‌تر از دستگاه آی جی بی تی استفاده میکنن، مخصوصا دستگاهی که آمپر بالاتری دارن مثل دستگاه 400 آمپر و 500 آمپر از قطعه آی جی بی تی استفاده میکنن و برای جوشکاری با ضخامت بالا بهتره که دستگاهتون آی جی بی تی باشه، چون عمق و نفوذ جوش بهتری. راجع به طول عمرم بهتون بگم که دستگاه ماسفت معمولا طول عمر بیشتری نسبت به آی جی بی تی دارن. البته نگهداری و نحوه استفاده شما هم خیلی مهمه، چون که دستگاه آی جی بی تی توی سری مشکلات مثل نوسان برق خیلی حساس‌تر از دستگاه ماسفت. حالا اگر تجربه استفاده از یکی از این دستگاه داشتی برام بنویسید که این مطلبم کامل بشه و بقیه دوستان بتونن انتخاب بهتری داشته باشن. خیلی ممنون.